صدها جوانی که آرزوی تحصیل در خارج کشور را دارند نمایشگاهی در مرکز اسماعیلیه شهر دوشنبه گردی هم آورد. فریزا محبتова هم امسال مکتب میانه را ختم میکند. او همراهی همسبقانش از نمایشگاهی هفته تحصیل بین المللی راههای دسترسی تحصیل در خارج را جستجو دارد. وی میخواهد در یکی از دانشگاه‌های چین تحصیل خود را ادامه دهد. از مکتب خیتای میخواهم بعد از ختم خیتای چون که خیتای تمام همکاری های حوزه بین المللی همشون بین خیتای تاجیکستان است. با این دانشکده تا مهلتی داده شده تا 12 فوریه اگر ما حجت‌های خود را سپاریم ما علاقه امکانیت داریم تا که به پول رایگان یعنی و خوابگاهی رایگان آمد به مملکت در دو وقت زمستان و تابستان و نرخ‌های ارزان را به ما پیشنهاد کردند که ما این را می‌جوییم. شروع از 16 نوامبر در مرکز اسماعیلیه شهر دوشنبه هفته تحصیل بین المللی آغاز یافت. طی 4 روز جوانان تاجیک در این مرکز با امکانات تحصیل در دانشگاه‌های خارجی آشنا می‌شوند. سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر دوشنبه از مبتکران برگزاری هفته تحصیل بین المللی در تاجیکستان است. مسئولان این نمایشگاه به رادیوی آزادی گفتند هدف از این اقدام معرفی و آشنایی خواهشمندان تحصیل در خارج به خصوص دانشگاه‌های آمریکا بوده است. Мы ежегодно устраиваем эту выставку вместе с нашими партнерами, как, например, DAAD, Bactria Center, Erasmus Center и Институт открытого общества. И вместе с нашими партнерами мы организируем эту выставку для всех, которые интересуются, как изучать за рубежом. در افتتاح هفته تحصیل بین المللی حدود 500 نفر دانشجویان و طالب علمان مکاتب کشور اشتراک نمودند. این چاره‌بینی تا 20 نوامبر سال روان در تمام گوشه و کنار تاجیکستان ادامه یافته در آن موضوعهای گوناگون تعلیمی و امکانات تحصیل مورد بررسی قرار میگیرد. مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان هم میگویند چنین نمایشگاه‌ها میتواند برای آماده کردن متخصصانی که برای کشور ضرور هست مساعدت کند. 5 اختصاص در زمینه اسپیرانتورا به خارج کشور ما کردیم که اینها هم باشد با یعنی ساحه انرژتیکای گیم برقی، انرژتیکای آفتابی، انرژتیکای گویم که انرژتیکای اتمی، این ساحه‌ای هست که واقعا امروز اقتصادیات جمهوری تاجیکستان ما با این اختصاصا یعنی احتیاج دارند. حالا در خارج از کشور بیشتر از 30,000 دانشجوی تاجیک تحصیل میکنند و تنها در یک سال اخیر 4,500 جوان تاجیک برای تحصیل به کشورهای خارج فرستاده شدند.